Round 2. Lady, go! Whoa! Gangnam Style! چیزی نیست، دارم صدامو گرم میکنم. با عرض درود به شما دوستان عزیز. تو این روزهای غمگین امروز با این ویدیو میزبانتونم و میخوام کمی با این کانال ذهنت رو از شرایط موجود آرومتر کنم و مقداری افسردگی توی جوان رو کم کنم. خلاصه این کانال فقط آگاه و بهتر کردن حال جوانان کشورمون. چه؟ این چرا جمله بندی میرید؟ خلاصه که این کانال فقط برای آگاه و بهتر کردن حال جوانان کشورمون ساخته شده و امیدواریم که فعالیتش رو ادامه بده و شما هم اگه حال کردید با محتوا حمایت کنید و سابسکرایب کنید. بریم سر وقت ویدیو. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. نخوردین چرا؟ خب خانم ها و آقایون، توی این ویدیو من میخوام براتون تفریحات ایران رو با کشورهای خارجی مقایسه کنم، بشکافم و میدونین تنوعش رو بسنجیم. تفریحات خارج از کشور تنها به خوردن مشروبات الکلی در دیسکوها و بارها محدود نمیشود. و آیا خوشگذرانی در کشور عزیزمان فقط به غذا خوردن در کافه ها و رستوران ها ختم میشه؟ توی این ویدیو اینا رو با هم دیگه میشکافیم، ببینیم کجای کار رو ما اشتباه رفتیم که اینقدر الان افسرده و داغون و بیپولیم. این بیپول رو سوالی عرض کردم که شاید پس فردا ما بتوانیم پولدار بشیم. توی ایران عزیزمون قبل از اینکه اینترنت بیاد و این اینستاگرام و چانتاگرام جا بیفته، هر هفته خانواده‌های گرامیمون ما رو میکندن میبردن پیش جک و جونورهای فامیل که میخوایم چی بکنیم؟ میخوایم بریم پیکنیک خیره سرمون. و خب وسایل رو هم بخش میکردن، هر کی یه چی میگرفت می آورد، دور هم دیگه شاد بودن. البته الان با این شرایط اقتصادی و اکونومی خانواده ها که هم بنزین پاچیده و هم مرغ و گوشت گرون شده، هیچی دیگه اصلا به تمرگ خونت ارزونتر در میاد. میتونی خواب ببینی با الکسیس که رفتی پیکنیک، اینجوری برات ارزونتر در میاد و تاش اینه که فقط صبح با سالار سلام کنی دیگه، یکم رابطتون بهترم میشه. تازه حالا ترافیک برگشتم که دیگه نگم برات دیگه، این باعث میشه که هم خانواده‌ها از هم دیگه دور بشن، هم قانون سرتر بشه که چقدر گرم بود مثلا قبلا. البته الان تشکیل خانواده برای جوانان یک امر غیر ممکن است، باید یه تام کروز بیاریم ممکن بشه. آقا خارجی ها از آمریکای دشمن براتون بگم. مار آمریکا، مار انگلیس، مار منافقین کافا، مار گرامی می‌داریم. نه ببینید، برادران کفار عاشق لذت بردن در لحظه. یکی از تفریحاتی که دارن غیر دادن و حرکات موزونه. میدونید که آمریکایی‌ها کلاً آدم‌های به شدت مصرفگرین. یک کام سیگار رو میگیرن میندازن دور، اسراف کردن، یک گاز همبرگر میزنن میندازن دور، پولش هم کامل میدن. یکی دیگر از تفریحات نه چی کجا بودیم واسه برگرد ادیتور داداش. 1 دقیقه 1 minute. آها، این برادران کفار عاشق لذت بردن در لحظه. یکی از تفریحاتی که دارن غیر دادن و حرکات موزونه. حالا کاباره و دیسکو تا پیکنیک و پارتی و اینا از رقص لذت میبرن و شرمی هم درش نمیبینن، برعکس ما. آخه دیگه کی میخوایم آدم بشیم؟ کی میخوایم؟ اولین بار از ژاپنی‌های مشتی اومده. داداشم یاکوزاها با دافاشون میرن مست و پارتی توی اتاق خصوصی. منحرف نشو عزیز، اینا هیچ کار خاصی حداقل اونجا قرار نیستش انجام بدن. آهنگ مشهور ژاپنی پلی میشه و یاکوزای ما باید آهنگ رو بلد باشه. البته اگه بلد نبود اونجا زیرنویس هم رو تلویزیون پخشه. آقا این یاکوزا شروع میکنه به خوندن برای زیدش و زیرنویس هم گذاشتن که این یاکوزای برادر گرامی کر نشه، مثلا بلد نباشه و اینا بعد برینه. البته الان بیشتر کشورها کاراوکه دارن و تقریبا فرهنگش جا افتاده. آمریکا مثلا داره، بقیه جهان داره و مسلما وقتی از آسیا اومده تا آمریکا اروپا هم هست. تفریحات دیگر در ایران. اینستاگرام در ایران با همه جای دنیا فرق داره. از تمام سطح‌های جامعه اینستاگرام رو دارن، با اینکه یک اپلیکیشن بیشتر نیست، اما به دلیل کمبود تفریح از جوان تا مسن بیشتر وقتشون رو فقط اسلایدهای اینستاگرام رو ورق میزنن. البته اونهایی برای خودشون فرصت شغلی ایجاد کردن، دمشون گرم. امیدوارم شرایط اینترنت هم پایدارتر بشه و کسب و کارتون لطمه بیشتری از این نبینه. تاشم اینه که بگا بریم دیگه، میایم دور هم دیگه با هم دیگه میریم دور یه آتیشی، من گیتار میزنم، شما هم غیر میدین، یه کاراوکه هم میخونیم، بعدش هم میریم به خونه هامون دیگه. من فکر میکنم میانگین هر ایرانی در روز 2 یا 3 ساعت در اینستاگرام وقت میگذرونه.
و اگر تفریحات ما از تنوع بیشتری برخوردار باشه یا اکونومی هم معمولی باشه، این وقت خیلی کمتر میشه، چون هیچ کس دوست نره هر روز چند ساعت فقط به صفحه موبایلش بی خودی خیره بشه. البته از حق نگذریم، اینستاگرام یکی از تنها جاهایی که مردم درش با هم دیگه در ارتباطن و همدیگه رو آگاه میکنن. این خوبه. من که پستای خارجی‌ها رو میبینم تو اینستا کلا حسرت میخورم که آقا چرا ما نباید اینا رو تجربه کنیم. همه چیز خارجی‌ها که بد نیست، این تفریح یکم نادرتر و جوانپسندتره. همتون فکر کنم لوگان پال رو بشناسید. بوکسوری بود که با KSI مسابقه داد و باخت. برادرش جک پاله. آقا این بشر عاشق جمع کردن کالکشنه. حالا چه کالکشنی جمع میکنه؟ کالکشن کارت‌های پوکیمون انیمه و بازی خیلی مشهوریه. این لوگان جان ثروت خیلی خوبی از ترید کردن این کارت‌ها به دست آورده. البته بیشتر برای تفریح این کارو کرده، ولی خب از قبلش هم پولدار بوده، فقط پولدارتر شده. یادتونه بچه بودیم کارتای فوتبال ماشین داشتیم، با هم دیگه بازی می‌کردیم. حالا فرض کنید اگه آمریکا بودیم الان اون کارتا یه ارزشی داشتن و ما میتونستیم از اونها به عنوان یه سرمایه استفاده کنیم، چون من مطمئنم هممون داریمش. کالکشن سن نداره رفقا، این کالکشن پوکیمون جوون پسنده. آقا من اومدم سفر رو هم در نظر بگیرم به عنوان تفریح توی کشور عزیزمون ایران و به این نتیجه رسیدم که تنها سفر کنیم 4 تا جا رو ببینیم، آب و تونمایی هم بخوریم هر روز، رو کف زمینم بخوابیم، حداقل 8 تومن بیشتر آب می‌خوره برامون. پس این قضیه کنکله. راستی اگه تا اینجای ویدیو با کانالمون حال کردی، سابسکرایب رو در نظر بگیری، انرژی خیلی خوبی بهمون میدی. ممنون میشیم ازت سابسکرایب کنی عزیز. داشتم تحقیق میکردم، نوشته بود بازی‌های رایانه‌ای تفریحی کم هزینه برای جوانان ایرانی است. من جز همین کامیونیتی هستم. آخه لامصب من 5 سال بیشتر طول کشید تا سیستم ببندم، بعدن تو چطور جرئت میکنی بگی کم هزینه؟ حالا پینگ و کنسول و قیمت بازی و تحریم سرور و اینا رو اصلا در نظر نگرفتم. یا آقا یکی دیگر از تفریحاتی که تو کشور عزیزمون ایران داریم اینه که فیلم جدید میاد، کیفیت پردهشو به زور تو خونه تنها ببینیم، چون چشامون داره به گاردریل میره، ولی خب ما میبینیم. سینما هم که هیچی، فیلم خودمون هم که سانسور میکنیم، واسه همین سینما هم مثلا فاکتور بگیر. فیلم و سریال هم خوبه خلاصه رفقا، ذهن رو میتونه برای مدتی از مشکلات کیری روزگار دور کنه. اگر خواستید میتونم فیلم و سریالای توپی که حالتون رو خوب میکنه بهتون پیشنهاد کنم، چون خیلی فیلم و سریال دیدم و واقعا راهکار خوبی اگه میخواید مشکلی درید. آقا خارجی‌ها عکاسی هم دوست دارن، چه برای خودشون چه به عنوان کسب درآمد. شما تو ایران هم میتونی با در نظر گرفتن سرمایه 10 به بالا یا با اجاره که قیمت کمتر ریسک بیشتری داره این تفریح کم درآمد رو انجام بدی. ادیت عکسش هم که با گوشی کار راه میفته، ولی برای درآمد ازش به لپتاپ یا سیستم قوی‌تری نیاز دارید. عکاسی برای ایرانی‌ها بسیار کم هزینه است و اصلا فشار نمیخورن. اصلا این مادر این زندگیه. میدونید عزیزان، توی ایران ما تهیه کردن هزینه‌های تفریح از پیدا کردن خود تفریح سخت‌تر و رفاه و آرامش برای جوانان وجود نداره. مشکلات در همه کشورها هستش، قبول، اما خب بیشتر کشورها تا حد امکان سعی میکنن شرایطی فراهم کنن تا جوان رو آسوده خاطر کنن و ناراحتی رو از او بکنن، زیرا این جوان آینده همین کشور است و اگر جوان از کشورش نفرت داشته باشد بد درک شده است، بزهکار نیستند، رویاهای خشک‌شده زیادی دارند. به امید شادی و رفاه برای تمام ایران و ایرانی. تا ویدیوهای بعدی، بدرود رفقا، بدرود. سابسکرایب یادت نره وگرنه میام شب خفت میکنم به خدا. علی گیر کردم، علی گیر کرده کلم این تو. بابا کلم گیر کرده، کلم گیر کرده میگم. کسیشو برید سران، خارتون رو میگم برید اومد. کسیش گیر کردم.